خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که زیر فشار مگاتونی قیام له و لورده شده و به چنین سیرکای مسخره‌ای رو آورده. مطمئناً اگر آرمان انقلاب برای هر دانش آموزی درست تفسیر و تدبیر بشه، دانش آموزان ما پای این انقلاب خواهند ماند. بسیجی‌های ساندیس خورم که میدونن عظمای پا به گور در چه حالیه براش از این روزهای مکش مرگ ما میخونن. هر کی اومد پشت سرت حرف بزنه گفتم نیست، من غیرتیم سر تو مشکل از اخلاقم نیست. هر کی اومد پشت سرت حرف بزنه گفتم نیست. اما این جنگولک بازی ها دردی از عظما دوا نمیکنه. آخه صدای مرگ بر خامنه‌ای تو خیابونا خیلی بلنده. کار به جایی رسیده که بسیجی ها هم توی ضد تظاهرات هاشون قاطی میکنن و به جای مرگ بر آمریکا میگن مرگ بر خامریکا. اجماعاً صلوات. مرگ بر خامریکا. حالا دیگه دهه 90 ها هم توی کف خیابون حق عظما رو کف دستش میذارن. توی چنین وضعیتی آخوندا همچنان مشغول توجیه تراشی‌اند و هر بار یه قصه سرهمبندی میکنن. یه جمعیتی داریم که اینا هیجانی هن، برحال آدمایی هن که دنبال تخلیه هیجانات خودشون هستن. حتی شما میبینی یه جوونی داره تو خیابان راه میره، مثلا یه لغت میزنه بی تیر برق، کیوسک تلفنی هست یه مشت میزنه تو کیوسک تلفن. الزاماً معنیش این نیست که میخواد اینجوری خشمشون نشون بده. این هیجانات جوانی رو یه جایی باید خالی کنن. یه بخشی از این بچه‌هایی که اومدن کف خیابون، مثلا در مشهد 6 تا گیمر دستگیر شدن که اینها در صدد کار و در حین انجام کارهای بسیار خشن بودن. بچه‌های کم سن و سال، مثلا 15-16 ساله، که اینا خودشون اقرار دارن که در بازی‌های خشن اینترنتی مثلا بازی رو انجام میده که اگر جای اشتباه میکنه امتیازاش میریزه، باید یه بچه رو بکشه تا امتیازا برگرده. یعنی اینا تصریح داشتن که اصلا ما اومدیم این رو در عالم حقیقی تو این فضا اجرا کنیم. یکی نیست به این حجت الاسلام گیمور بگه این بچه ها رو چی میگی؟ این کودکان ستم دیده اصلا میدونن گیم چیه؟ وقتی مزدورای نیروی انتظامی اینطوری از همه طرف میرن زیر فشار، اون وقته که بسیجی ها براشون نمایش پاچه خاری ترتیب میدن و نتیجهش یه چنین فضاحتی میشه. حالا بشنوید از رئیسی جلاد که گیج بود و ضربات قیام هم گیجترش کرده. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. این هم جواب یه دختر شورشی دهه 80 به خرمگس معرکه. او گفت که ای مگس عرصه سیمرغ. بسیجی های کتک خوردم میان به بقیه همریشاشون روحیه بدن
بدتر دلشون رو خالی میکنن. با خودمون خلوت بکنیم بین الله. بعضی از ماها توی این ایام، توی این یک ماه 10-15 روزه این حس نکردیم یه مقدار کار پیچیده تر شده، بدتر شده، سخت‌تر شده، نکنه اوضاع به هم بریزه، جور دیگه پیش بره. بعضا پیش اومده دیگه. خیلی من خیلی ازم این سوالو میپرسم. بعضا میگه آقا این چیزایی که تو داری میگی برای دلخوشی ماست داری میگی یا نه واقعا مثلا خبری اونجوری نیست، قضیه تحت کنترله؟ میگم آقا واقعا همین شکلیه. میبینم تزلزل بعضا ایجاد میشه. این توی خودی که به نصرت امام زمان، به نصرت الهی معتقده، اون دچار بحران و چالش میشه. وای به اون. البته حق دارن. هر بسیجی که این صحنه ها رو ببینه و این صداها رو بشنوه باید هم به تزلزل بیفته. آخوندا این روزا هر جا میرن میافتن تو کمین. زن آزاده منم، هیچ تویی هر تویی. به خاطر همینم است که مجبورن یه چنین کلکایی بزنن. البته هیچ کس به اندازه خود آخوندا از وضعیت این روزاشون با خبر نیست. اگر 10,000 نفر این شهر، یعنی 1/10 این مردم شهر بریزن تو کوچه و خیابون، والله العظیم من امام جمعه نماینده فرماندار دنبال یه جایی میگردیم که فرار کنیم. بزبز قندی هم دوریالیش افتاد که کار نظام تمومه. نهاد اجتماعی امر به معروف نهی از منکر اگر نباشه جمهوری اسلامی به سرعت نابود میشه و بلکه میگنده و فاسد. این هم تصویری از عظما تو روزای قیام. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. در سکانس آخر توجه شما رو به یه اثر هنری از عظمای درب و داغون جلب می‌کنیم که تو فضای مجازی منتشر شده. متولد تیر صادر مشهد، قاتل قرنم، عاشق اشد، شنیدن هر کی که ضد ما خوند، کشتار انقلاب نصف را بود، نباید بشن سر راه هم سبز برای مهره خطری آدم کش، سلطه رو میشه راحت تر، من کشتم میکشم خواهم کش، ملت من میزنن سایم و با تیر نمیده محافظ کفا، خلاصه بگم دیگه بکوری افتادم به شمارش شبا، مردن و به موندن ترجیح میدم، منو مسئولی ترتیبی جمع میزنم میرم مخفی میشه از صد، البته به ما هم یه سهمی میدن، بازار نفت که بد خرابه، سپاه زده تو خط قاچاق بچه، ارگانا با من همسو، اصلاح طلب اصولگرا زیر پاهای بنده، با این که دیواره هاشا بلنده یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه. قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ دارن در بیتو با مش میزنن، صداشون میاد فوش میدنم، الان درو میشکنن، همه میریزن تو نشونه هاشونو میگیرن، روم بیان تیکه بزرگم گوشم من، دلیل زجه هاشونم، یه ملت تشنه خونمه، آخه قاتل بچه هاشونم. قاسم میترسم، قاسم کجایی؟ ترسم ها؟ کجایی؟
چرا کتلت شدی قاسم تنها نزان اینترنتو قطع کردم برقو قطع کردم آبو قطع کردم واکسن و دارو رو قطع کردم کلیت دشمنا منو زندم Yeah.